وقتی کدام عالمی که حاکم پرست شد، منصب پرست شد، دنیا پرست شد، خلاصه دنبال این چیزها رفت و به خاطر این چیزها رشته سخن را به حضرت ایشان محمود جان تورجانزاده می دهیم تا اطراف نقش علما در بیداری ملت اندیشه چند ارائه نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعه اهل اسلام، البته علما رسالت خیلی سنگین، مسئولیت و وظیفه خیلی مقدس بر دوش دارند، خصوصا علمای دین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی روایت میکنند میفرمایند العلماء ورثة الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. علمای امت اسلام اینا وارثان و میراثبران پیامبران خدا هستند، زیرا انبیای کرام بعد از مرگ خود دینار و درهمی و ثروت و مال به ارث نگذاشتند. یگانه میراثی که ایشان بعد از مرگ گذاشتن این علم است. پس هر بنده این میراث انبیا را به دست می آورد نصیبه خیلی بزرگی حاصل نموده است. خود این حدیث برای کسانی که خصوصا علماء دین که این میراث مقدس و گرانبها و خیلی در عین زمان سنگین و پرمسئولیت را بر ذمه میگیرند، باید وظیفه خود را بشناسند و رسالت خود را در جامعه بدانند و اونچنانی که خدا و رسول از ایشان تقاضا و طلب دارند باید رسالت خود را در جامعه ایفا نمایند. زشترین صفتی که عالم ها دارند این علم فروشی است، این دین فروشی است. خدا نکند عالمی که این میراث گرانبها را دعوای به ارث بردن دارد و خود را عالم و نماینده دین میداند، اما از راه قرآن و سنت و از حفظ این امانت که بزرگترین امانت انبیاست اگر رفت و خدا نکرد منحرف شد، در اون صورت او خیانت بزرگی در دین و نزد خدا و رسول خدا نموده است. از این خاطر صادقترین صفت در حق علماء دین این صداقت در دین است. باید علما در راه دین صادقانه عمل نمایند، برای هدایت مردم، برای سعادت مردم از چیزی و از کسی نهراسند، سخن حق را بگویند، کتمان حق نکنند. والله عالم هایی که کتمان حق میکنند، سخن حق را از ترس و هراس میپوشانند و به مردم نمیگویند، رعایه خواجه ها میکنند، رعایه دنیا و منصب دنیا و مال و مقام و راحت دنیا میکنند و خلاصه نمیگویند. در قرآن عظیم شان نسبت این طایفه علماها وعیدهای خیلی سختی، تهدیدهای خیلی سخت ذکر شده است. از آن جمله در سوره بقره
در آیه 159 استعیذ بالله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خدا میگوید البته این آیه مبارکه در شأن علماء یهود نازل شده است، ولی جمیع مفسرها میگویند حکم او تا روز قیامت شامل علماء اسلام نیز هست، زیرا مفسرهای قاعده دارند میگویند العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لفظ عامی که خداوند در این آیه مبارکه ذکر نموده است معتبر است، اما اون سبب خاصی که این آیه به خاطر نازل شده است او اعتبار ندارد. در این آیه مبارکه الان که تلاوت کردیم ذکری از علماء یهود و قوم یهود نیست، بلکه با اسم عام ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. خدا میگه دانشمندانی که حقایق علمی را، حکم خدا و رسول که ما در قرآن بیان نموده ایم از مردم میپوشانند، از ترس یا از رعایه مقام و منصب یا از رعایه جدا شدن از راحت معیشت زندگی خلاصه کتمان میکنن. پروردگار میگه این طایفه عالمهای حق پوش، این طایفه از عالمهای دین فروش و خائن نفرین شده های خدا هستند. نه فقط خدا بر اینها لعن و نفرین میکند، بلکه تمام موجودات لعنت و نفرین بر اینها میخوانند. از این خاطر در آیه ثانی خداوند حتی تهدیدی به عذاب دوزخ میکند. استعیذ بالله ان الذين يكتمون ما انزل الله و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. صدق الله العظیم. کسانی که عالم‌هایی که با در عوض این علم فروشی و دین فروشی ثمن دنیا به دست می آرند، پول و ثروت دنیا به دست می آرند در عوض خیانت در دین، خداوند میگوید اینها روز قیامت در اشکمی خود، در شکمی خود پروردگار میگوید آتش جهنم میخورند. روز قیامت اینها مورد لطف و رحمت خدا قرار نمیگیرند و عذاب دردناک در انتظار اونهاست. بنابر خاطر همین رسول اکرم در حدیثی که طبرانی روایت کردن به علما یک هشدار دادن، گفتن تناصحوا فی العلم فإن خیانت احدکم فی علمه اشد من خیانته فی ماله. ای علمای اسلام، در امر دین و بیان حقایق علمی خیرخواه باشید و خیر اندیش باشید و خیرخواهانه عمل کنید، زیرا بدانید که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است. ببینید مال یه شخصی را با خیانت از آن خود کنی، یا کسی یه امانت مالی در نزد شما میگذارد، شما خیانت در اون امانت مالی بکنید، چقدر گناه کبیر است، گناه عظیم است. و حتی یکی از صفتهای ویژه و خاصی منافقین است. پیغمبر خدا میفرمایند خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است. برای عبرت خداوند در قرآن عظیم الشأن قصه بلعم باعور می آورد. بلعم باعور یکی از دانشمندان اهل کتاب بود، به قولی از قوم یهود بود، به قولی از کنعانی های فلسطین بود. خوب سرزمین کنعان قوم از جبابره، یک قوم اصطلاحگر و ظالم ضبط کرده بود. وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل از مصر نجات دادن، از زیر ظلم فرعون و فرعونی ها به ایشان فرمان شد برای آزاد کردن زمین مقدس از دست این استعلاگران جبابره.
و این بلعم باعور در بین این قوم زندگی میکرد و یکی از دانشمندانی که حتی قرآن عظیم و شان خبر میدهد که علم لدونی داشت، علم عند اللهی داشت و این در عین زمان مجاب الدعوه بود، هر دعایی که میکرد اجابت میشد. وقتی که خبر یورش بردن حضرت موسی به زمین کنعان به فلسطین برای آزاد کردن از دست این استیلاگرها به گوش جبابره این قوم ظالم و ستمگار رسید، اونها قبلا دیده بودند که فرعون با اون دار و دستش در برابر موسی علیه السلام شکست خورد، لرزه بر اندامشان افتید، ترس و واهمه در دل پیدا شد و شکست خود را اونها یقین دانستند. بنابراین گفتن ما با قوه مادی، با سلاح و لوازمات جنگی نمیتوانیم در برابر موسی پیروز شویم. فرعون که با اون قدر قدرت و قوه‌ای که در اختیار بود شکست خورد، حتما شکست ما هم ناگزیر است. از این خاطر رو به بلعم آوردن. بلعم که در سرزمین اونها زندگی میکرد و خیلی شخصی محترم هم بود، دعوت کردن، گفتن موسی با چنین قصد لشکر کشیده است، از شما خواهش میکنیم برای شکست قوم موسی و لشکر موسی شما دعا کنید، زیرا شما شخص مستجاب الدعا هستید، دعای شما مقبول است. بلعم چون حضرت موسی را میدانستند که نبی بر حق است، پیغمبر بر حق است، این پیشنهاد قبول نکردند. گفتند چگونه علیه موسی دعای بد بکنم، بر شکست موسی دعا بکنم، در حالی که میدانم او پیغمبر خداست. من هرگز این کار راضی نیستم، نمی کنم. گفتند. در ابتدا رد کرد. خوب بعد از آن در اثر رشوه دادن، پاره دادن، پول و ثروت دادن از طریق همسر و فرزندهاش، بالاخره بلعم راضی کردن. چون خود شخص دنیا دوستدار بود، بالاخره در فریب این قوم جبابره افتید و راضی شد که علیه حضرت موسی علیه السلام قیام بکند. روزی که قرار شد باید بر ضد موسی علیه السلام دعا بکند، و الاغ خود سوار شد و همون تله که تیپه که پشت او لشکرگاه حضرت موسی بود برآمد با چند نفر از رؤسای قوم جبابره، حاکمها و حکومتدارها دعا بکند. خداوند یک نشانه از قدرت خودش در اینجا اظهار کرد، اینه که در قرآن میارن و این روایت در تفسیر ابن کثیر هم هست، قرطبی هم هست، جمهور مفسرها این در شرح و تفسیر آیه مبارکه سوره اعراف این قصه را ذکر میکنن. وقتی که قرار گرفت و بعد دست برداشت، بعد از مناجات و بعد از نماز و ریاض و راز و نیازی که با خدا کرد، دست برداشت و خواست علیه موسی دعا بکند با قدرت الهی. هر دعایی که بر شکست موسی میکرد در زبانش بر شکست قوم خودش می آمد، یعنی دیگه زبان از اختیارش بیرون شد و هر دعایی که برای پیروزی و نصرت قوم خودش میکرد بر قوم بنی اسرائیل، بر قوم موسی میرفت. یه وقت صدای همراهاش بلند شد، گفته و بلعام این چی دعا هست؟ والله تو بر هلاکت ما دعا داری، بر نصرت موسی دعا میکنی، بر هلاکت و شکست ما دعا کرد استادی. گفت اون چی که من قدرت دارم همین است، دیگر این زبان، این پاره گوشتی که در دهان من است از اختیار من، از کنترل من بیرون است. همین بود، حتی زبانش هم از دهان بیرون شد که قرآن عظیم شان در سوره اعراف ذکر میکنه. استعیذ بالله واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. خدا میگه ای پیغمبر قصه این عالم دین فروشه، این عالم حاکم پرسته که به خاطر پول دنیا و منصب دنیا و زرق و برق دنیا علیه نبی خدا موسی علیه السلام برآمد برای درس و عبرت امتانت، خصوصا علمای امت قرائت کن، بخوان. همون بلعمی که
فانسلخ منها، از اون آیاتی که خدا به او داده بود، مانند که مار از پوستش جدا می شود جدا شد. فاتبعه الشیطان، پس شیطان میگه او رو دنبال روی خود گردانید، تابع خود گردانید. فکان من الغاوین، از جمله گمراهان شد. خلاصه زبانش دیگه از دهان بیرون شد که این شم خداوند حتی تشبیه به یک حیوان خیلی حقیری میکند در سوره اعراف. علماها بدانید وقتی که از راه شریعت بیرون شدید، از راه قرآن و سنت بیرون شدید، زشترین تمثیل در قرآن در شأن علما هست. در این آیه کلمه خداوند حتی به سگی تشنه که زبان میکشه تشبیهش میکنه. استعاذ بالله، فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. این باعور دنیا پرست، مال پرست و پول پرست و خلاصه حکومت پرست، خدا میگوید حالش به حال اون سگی تشنه میماند که زبان از دهان بیرون له میزند، که در هر حالت خواه او را برانه، خواه به حال خود رهاش بکنی، زبانش از دهانش بیرون است. و همین خلاصه تشنگی این بلعم باعور خداوند در قرآن تصویر کرد. در آیت دیگری که ببینید خداوند علماهایی را که به مقتضای علمشان عمل نمی کنند، فرق ندارد اون عالم از جنس مرد است یا از جنس زن، تفاوت ندارد، وقتی که خواند و فهمید به خوانده و فهمیدش عمل نمی کند، خداوند تشبیهش می کند به چی؟ به حتی اولاغ. بسم الله الرحمن الرحیم، مثل الذین حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. این هم در شأن علما هست. آره در شأن علما یهود است، ولی حکمش عام است، شامل علمای اسلام هم می شود. همون عالمهایی که مانند علمای یهود رفتار نمودن، اونها هم در ضمن این آیه مبارکه داخل می شوند. بنابراین علم دین خصوصا به دست گرفتن، بر ذمه گرفتن خیلی مسئولیت سنگین دارد. از این خاطر در یک حدیث پیغمبر خدا گفتن شرار الناس شرار العلماء فی الناس. خواهید که بدترین آدم ها را من به شما بفهمانم کیست؟ بدترین علما در بین مردمان هستند. ببینید بدترین انسان ها بدترین علما بودند. چرا؟ زیرا یک انسان اگر بدرفتار باشد، بدرفتاری او فقط ضرر بر جان خودش میرسد، اما خدا نکرده یک عالم منحرف شد، زیان او، بدرفتاری او میتواند جامعه را فاسد بکند، بر جامعه ضرر برساند. از این خاطر در یک حدیث دیگر که این روایت ابولیث سمرقندی در بستان العارفین شان میفرمایند العلماء امناء الرسول ما لم یخالط السلطان ولم یدخلوا فی الدنیا. عالم ها امانت نگهدار انبیا هستند مادامی که اونها حاکم پرست و دنیا پرست نباشند. فاذا خالط السلطان و دخلوا فی الدنیا فاعتزلوهم فقد خانوا الرسل فاعتزلوهم واحذروهم. وقتی کدام عالمی که حاکم پرست شد، منصب پرست شد، دنیا پرست شد، خلاصه دنبال این چیزها رفت و به خاطر این چیزها دیگر حقیقت علمی را، حقایق علمی را به مردم نگفت و پوشانید یا سکوت اختیار کرد. ببینید سکوت اختیار کردنم در جایی که یک حقیقت علمی را باید بگوید، اینم معنای خیانت کردنی در دین است. فقط خان الرسل، این طایفه عالم ها خیانت بر پیغمبران خدا کردند. فاعتزلوهم واحذروهم. بنابراین رسول اکرم گفتن امت از این طایفه علما شما خودتان کنار گیرید و از شر اونها، فتنه اونها خودتان احتیاط نمایید. از این خاطر به علمایی که خصوصا علمای دین که میراث گرانبهای پیغمبر خدا را بر دوش گرفتید، خواهش میکنم که اون چنانه که دین از شما طلب دارد، علم دین از شما طلب دارد، خدا و رسول از شما طلب دارد، با او عمل کنید.
عالم حق گوی و حق تلاش باشید. و چنانه که در مقام شهادت گفتن بهترین جهاد پیغمبر خدا گفتن گفتن سخن حق است و افضل ترین شهید بعد از حضرت امیر حمزه که افضل الشهدا است، همون شهدا است که به خاطر گفتن سخن حق در راه خدا شهید می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.